برای ساختش به این 3 وسیله نیاز دارید. اول از همه آرد، نمک و آب. بعد از اینکه آرد، نمک و آب رو جور کردید، یه دونه ظرف میارید و آرد رو به اون اضافه میکنید و بعد نمک و بعدش اونا رو هم میزنید. دقت بکنید خیلی مهمه که مقدار آرد از نمک بیشتر باشه. مقدار آرد باید از نمک بیشتر باشه. اونو با یه چوب بستنی هم میزنید و بعد کم کم بهش آب اضافه میکنید. خیلی مهمه که آبو کم کم اضافه کنید و یهو آب کلا نریزید توش. کم کم اضافه میکنید، هم میزنید و بعد دوباره آبو اضافه میکنید. دوباره این کارو میکنید. دقت کنید بعد از یه مدت که دیگه نیازی به آب نبود با دست خمیر رو ورز میدیم. خمیر رو آماده است.